معاملات غیرقانونی مواد نشادار برای اشخاص نشجالاب منبع درآمد پول و مال مفت بوده، نه همیشه آنها به هدف و مقصدهای جنایتکارانه خود میرسند. گزارش همکارانمون عاید بازداشت یک گروه نشجالاب نقل میکند. شخصانی نشجالاب و استعمال کنندگان مواد مخدر یکی از ضررآورترین طایفه های جمعیت بوده برای اهل جامعه خصوصا جوانان زیانی همه‌جانبه میرسانند. کارمندان شعبه مبارزه ضد گردش غیرقانونی مواد مخدری ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان ضمن بردن یک قطار کارکردهای اخبارات‌های اپراتیوی و چاره‌بینی‌های اپراتیوی 2 نفر از ساکنان جماعت دهاتی دهقان‌آباد ناحیه دوستی را با گمان دست داشتن در معاملات غیرقانونی مواد نشادار و به مقصدی در آینده به صاحبیت شخص دیگر دادن دستگیر نمودند. اینها برادران یوسفوف بختیار سال تولدش 1989 و ایشان قلوف بیرم سال تولدش 1993 می باشند که هنگامی به معاملات برآوردن 1 کیلوگرم و 700 گرم مواد نشادار نوع افیون دستگیر گردیدند. در رفتی پرسش دستگیر شدگان نشان دادند که در مخفیگاه مخصوصی زمین‌های کارمی جماعت دهاتی دهقان‌آباد ناحیه دوستی واسطه‌های نشادار را پنهان کردند. هنگامی از نظر گذارانی موضع زمین‌های کارم از زیر خاک 15 کیلوگرم و 740 گرم مواد نشادار دریافت و مصادره کرده شد که به نوع افیون منسوب می باشد. معین کرده شد که گمانبران چند مدت است به خرید و فروش مواد نشادار مشغول بوده با این راه منفعت به دست می‌آورند. در شعبه تفتیشاتی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان نسبت گمانبران پرونده جنایتی با ماده 200 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.